قشنگه حاج خانم، لباس محلی تالش. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. مرتضی هستم. اومدیم یه بلاگ رانندگی بگیریم از تالش زیبا به آستارا. الان تقریبا مرکز شهر آستارایی. مثل این پله رو نمیدونم، ولی این پنجشنبه بازار اومدیم بلاگ پنجشنبه بازار بگیریم. دست راست، قبلا دست چپ بود بازار، که 3-4 هفته منتقل شده دست راست، نزدیک بازار مای فروشان. براتون بلاگ پنجشنبه بازار گرفتیم. دوست داشتین تو پلیلیست شهر تالش نگاه کنید. یادم شاید نباشه لینکش اینجا بذارم. اینجا یه خورده سرکوخره من چه وضع راه گرفتن. منم که مرتضی هم. امروز 22 آبان ماه، ساعتم میزان ما هم داریم میریم به سمت آستارا. یه ولاگ رانندگی تو تالش هم گرفتیم. واقعا بعض رانندگی تو تالش افتضاحه. واقعا من چیزی اضافه نمی کنم، شما خودتون ولاگ رانندگیشو ببینید. ولاگ سرخمر قبلا گذاشتیم تو تالش، ولاگ جاده گیسومو گذاشتیم، یه ولاگ هم قبلا گذاشتیم ولاگ رشت به تالش هم صبح گرفتیم، قبلا هم گذاشتیم ولی مهم این دفعه گرفتیم تازه برشته. دوست داشتین اونم نگاه کنیم. ما از این شهر در بریم تا آستارای زیبا. به بولوار امام رضا تالش. بگویم نگفتم پیداست. جاتون خالی رفتیم این نیمرو زدیم با چای. فیلم شد و بلا گذاشتم. حتی چای شده عطری هست. من چای عطری حال نمیکنم ولی خب چای گلوت هم گیر میکنه. خدای چای ایرانی بخورید. چای ایرانی آدم میخوره چای خارجی رو قبول نداره. چای عطری رو به نام ایرانی به شما نندازم.
هالش زیبا با جاهای دیدنی و مردم واقعا دوست داشتنی. من چند تا رفیقام هالشی هن، واقعا بچه های بال و باصفایی هم، آدم های تلاشگر، یعنی سخت کوش. مرسی راهنما، مثل نارنگی بزن. کلاجمو ورم کردیم اینقدر یه ارسو جوش کنیم. 10 دقیقه دیگه میتونی قهوت با یه کوی ابدی بدی. یه کلیپ دیدم یارو خونش شده قبرستون، خونش شده قبرستون بود، شد ویوی ابدی فقط این. این گاوو، اون گاوو نه، این گاوو بولوار بود، این از داخل شهر. شانس دیگه. از اینجا تا آستارا رو زدم 1 ساعت و 20 دقیقه. نمیدونم چند تا سرعت، میکنم 70-80 تا سرعت 1 ساعت و 20 دقیقه طول بکشه. عجله که نداره. دوره همی داریم یه بلاگی میگیریم، بنزین هم که داریم فعلا. میدان وحدت. آستارا 70 کیلومتر، 70 تا 120 90 تا بری 90 کیلومتر یه ساعت. بعد هم راه نباید باشه. سمتالش تا آستارا خیلی مردم سرعت میرن، مثلا اولویتشون تو سرعته. بقیه قوانین حالا زیاد چیز نیست، ما میاییم باید شما مواظب باشید. من مثلا 70 تا دارم میرم، دارم لاین راست خالی شه، خالی باشه. پشت سر ما 200 تا ماشین اونجوری دارن گوله میاد. پیج منم چوببر باشه اگه اشتباه نکنم یا چوبا چیزی میاد برام، سودش الان یادم نیست. تصادفات وحشی با موتور مخصوصا عرض خیابون رو رد بشن برخورد میکنم.
پاییزی خود حرفم نمیاد، توضیح خاصی هم فعلا تو ذهنم نمیاد. فعلا ماهنگ لذت ببرید. سرد بود، ما 36 تا بخاری روشن کنیم، الان به گرمه و کولر بگیریم. شیشه رو میاری پایین، اینقدر سرسخان میاد. ایران خودرو نمیدونم هدفش از ماشین ساختن 4 تا چرخ تحویل مردم دادنه. صداگیری کن ماشین قشنگی، چقدر پولش میشه؟ آینه و راهنما اینا تو ماشین کلا زایده زیادیه. تو ایران قابل نه پرایدر دید اینا آینه نیاد، اینا راهنما زاد. همونجور فقط اومد راه ما رو برید، رام نمیره داده. الان تو میری اینجوری جلوشون میگیری، خب شاکی هم میشه. همین چرا آمار موتور تصادفات موتور زیاد اینجا نیاز نیست توضیح بدم. توضیح اضافه مطلب بود زایل بود. میلیارد 800 میلیون ماشین تو ورم داری، از اون لاین میای این ور دور برگردون برگردی، راهنما نمیزنی. اون یکی بیا بزنه مقصر هم هست در کل. خود داری به مالت نمیزنی، ماشین باید بخوابه، باید مسافرت. ایران 40 بود، ماشین با صافکاری نقاشی بخوابه، ماشین نشته باشی، مشکل خلافی و اونم چی نشته باشی، بره پارکینگ با سند بیاری. او ماشاءالله چقدر تربو، ماشاءالله. همون بریم خاک صبح پاک کردم. حویق 30 تا آستانه 60. نه 80 تا داریم میریم. چند نمیشه 90 تا 95.
شاید مملوی دوربین داره. الان رد کردی، حالا نمیدونم مال تالش بیا چی، یا نهایی یه دونه از جا اصلا دیگه نیست. این نشد فرنگسازی، این نشد درست کردن مردم. الان تو چند باری مسیر رفته باشی میدونی کجا باید میسن. بچه میاد 12 سال موتور. اینم لیسار. آبشار لیسار معروف. جاری شد دست خدا سپرد. دل من راضی نبود به این جدایی مگه نمو برمیگردم برست ها میشم
الان میری جلوش راه نمیری. حرکت روش اجرا میکنی یا نه شاکه میشه پشت بو. درست میکنم بعد ایراد نگیرین بلد نیستیم شاعرش خودم. دیگه آهنگه بود چند وقت پیش فهمیدم تو بچگی با داداشم همش اشتباه میخونیم. فکر کنم یادم میاد براتون اصلا خیلی خنده دار بود. خدا بیامرزه آهنگای قدیمی یه چیز دیگه هم خودش 1000 بار 10,000 بار 100,000 بار گوش میدی بازم حس قشنگی بهت میده. حالا چه خاطرات قشنگی چه اون ریتم و متن و چیزایی که میاد تو ذهنت. من داداشم بابام یه پراید خریده بود مدل 84 85 خرید سال 85 مدل 84 خریده بود یه سال کار کرد. این پراید سبا بود انژکتور هم بود. وارزو برنیه من کامل ریزم هست ساعت من 90 دارم میرم هم دیدن میاد. بعد بابای ما داداش ما اهل سیستم و این ماشین بخواب کردن و اینا بود. اون موقع مثلا کمبود 718 داشت با یه 6975 پایینه یه دونه باکس ساب داشت اون پشت ساب بوفر و کامپیلی و هم دم دست بازین همین برقیه. اون موقع کلی پولش بود. عشق این چیزا بود. دوم ما خودمونم بودیم رپ گوش میدادیم 0111 نمیدونم فلاکت بود دیگه نمیدونم دیگه کامیونه رو بگیرین. کامیونه خیلی اصلی بکنم گرفت کنم. نگاه کردم با گوشی صحبت میکنم. بعد این بابای ما میرفت این همیرا اینا میزد جواد یساری اینم خطبه سرا جواد یساری نمیدونم همیرا موین امید شماعی زاده اما حسن اینا رو میزد. ما گوش نمیدادیم. ما رپ آهنگی که این هفته دانلود کردیم ما هفته بعد گوش نمیدادیم. میگفتیم آهنگ بود بروز باشه. استاسی مانکن گوش میدادیم پارمیدا و ما چیزا بود. بعد هیچی بابای ما نمیتونیم حرفاری کنیم. مثلا مسافرت می‌خواستیم بریم چقدر میگن این سیدی هاشو که مینداختیم دور. هی میام میگه این سیدی من چی شد؟ سیدی اون موقع مثلا 300-400 تومان بود هر سیدی رایت میکردن. بنده خدا هی میرفت دوباره میزد رایت میکرد ما میگرفتیم مینداختیم دور. تا اینکه بلاک داره دست و راست تا اینکه رفتیم خوابگاه. اون موقع چون دانشگاه سراسری بودم بابای من یه دونه از این گوشی‌های X8 گرفته بود. سونی اریکسون بود اندروید 1.6 1.2 1.6 یک اینا بود. تاچ هم بود چون یادم نمیره. چیزو اولین آهنگ قدیمی
که گوش دادم، هنوزم گوشش میدم، هنوزم عاشقشم. این آهنگ زنده باد شماعی زاده، زنده باد هر کی هنوزی عاشقه. اینو روز اول، روز دوم یا بالای 10-20 بار من اینو گوش دادم، همون شد، عاشق آهنگای قدیمی شدم. الانم تو لپتاپ یا گوشیم یه آهنگایی دارم، مطمئنم خواننده هاش هم ندارم. حالا نه مثلا موین و اینا، حالا اونا هم دارم ها، منظورم فقط اونجوری نیست. مثلا آلبوم همای حمید عسکری، نمیدونم همچین چیزا گاه‌گداری برای بچه‌ها میذارم، مثلا علی اصحابی لاف عاشقی، اگه عشق منی چرا با دیگری. اینو مثلا ما موقع کافه ها میرفتیم با بچه‌ها، مثلا آهنگ آلبوم تازه اومده بود همه میذاشتن. بعد ما یه سونی رکسون داشتیم از این سری دبلیو بود، واکمن کتابی ها بود، هنسفری میذاشتیم تو گوشمون. کلی خاطرات اون رو ذهنم میاد، زنده میشه. تقریبا بچه بازی هامون، خاطرات خوبه. دورانی که هیچ مسئولیتی نداشتیم، فقط خودمون بودیم و خودمون همش اصرار داشتیم اول بریم دانشگاه و بریم سریع بیایم خدمت. خدمت اومدیم هیچ خبری نیست. زندگی همون موقع بود. محله یا شیلات محله، دست راست ما این پاسگاه مرزی و دریای دیگه. ارزانسارای عروسک، آهنگ بذارم اینجا کپی رایت میخوره داستان داره. همین آهنگ گیتار رو من گذاشتم رو جاده اشکور، میبینیم من هست پلیلیست رو سر میتونیم پیداش کنید. همین آهنگ گذاشتم، یه مجموعه آهنگ گرفتم با هم چسبوندم، 14 تا کپی رایت خورد بهش. یه کلا مانیتایزیشنشو، درآمدشو مجبور شدم غیر فعال کنم، واقعا دیگه دردسر. 14 تا به من کپی رایت، ریتم گیتارشو میشناسه. جنگل داره میرم پاییزی خبر نیست، خوش میشه، آب نداره. هر دوشنبه گفتن این بارونی میاد، پنجشنبه یک ماهی از بارون نیومده. انسانه چه اینجوری میره؟ بلاک هم نداره. یه حسبم بایسته زد به ما، خیلی چسبان سر داره برای 40 تا مونده. ای خدا این اومدیم. این مام بزرگ آستان مام بزرگ هم باله. مام بزرگ هم راهنمایی بودیم، ماهواره داشتیم. اون موقع فارسیوان بود، یه آقایی بود توپل بود، نگهبان بودیم، اسم فیلمش یادم نمیاد.
یه دونه کارتون یه سالیوان بود، سالیوان هم چیزی بود، سالوادور. یارو مثلا یه مرد پولدار رفته بود تو جد یه مرد روستایی خوشتیپ هیکلی چه چیزی و اون ذکر ندارم. این فیلم دومه یه توپله بود، بادیگارد بود، بعد دو تا زن داشت، از یه زن یه پسر داشت، یه دونه از یه زن دختر. دختر پسر عاشق هم دیگه شده بودن و اتفاقی به هر دوشون نمیدونستن این دو تا زن داره. فکر می‌کردم مثلا بادیگارد مأموریته، یه شب میره پیشین، یه شب میره پیشون. و من نمیدونم که کی کار میکرد، برای ما جای سوال. بعد این مثلا با یه دخترش مثلا زناش اون لباسای کوتاه، شلوار کتان کوتاه، نمیدونم بهش چی میگن، شلوارک کتان باز کوتاه‌تر بود، بالای زانو هم. بعد ما بزرگ ما شرق ایرانی فوش میداد که نه بی حیا. بعد ما رو میگفت نگاه نکنی شما بیرون و خوش نشست نگاه میکرد. بعد اون موقع جمونگ هم میداد، اینا میشست، ما بزرگ هم میشست تسا رو فوش بود. گفت این تسا جیگر بکلس، یعنی کسی که مرده جیگرش ریخته بیرون، نفرین شرق گیلانی. تسا جیگر بکلس نیا کن چی کار میکنه، تی ففه در بیه شش میگیم ففه، تو ففت در بیاد. فقط ما میخندیدیم، تلویزیون نگاه نمیکردیم، فقط ما بزرگ هم نگاه میکردیم. بعد تونتون هم ما میخندیم، گفت بس ای کاش موقع فیلم میگرفتیم. واقعا میخندیم. بعد ما بزرگ ما عادت داشت 10-11 میخوابید، خب هم زود بیدار میشد، 5 صبح بیدار سر باغ اینا میرفته، عادت داشت میومد خونه ما 5 صبح بیدار، 5 صبح شروع میکردیم کابینت ها و ساله میورد با این یه دور میشد پاک میکرد. این هفت دیگه دهن تا صاف میکرد خود بلنش. هرچی بینیم ما یک خوابیدیم به خودم، 2 خواب نه بیلس. یه پول دوجویی هم به ما میداد، گفت اینو خرج نکنی. چیکارش کنیم؟ یه کلیپ بودم نوشته گفت این برکت زندگیمون بود، نباید خرجش میکردیم. چقدر ذوق میکردیم، داییمون، عموامون، خاله‌هامون یه پفک برمون میگرفتن. الان پفک چه؟ الان کل سوپرمارکت هم میدونیم بخریم، ولی مزه اون پفک رو نمیده. اون پفک یه پفک دیگه. دایی ما از این بادکنک ها گرفته برای ما مترو تهران، نخ بهش بس میزنم بزرگ بادکنک ها. چقدر با اون ذوق کردیم. مام بزرگ هم اومده خونمون، بعد عید بود فکر کنم، مهمون اومده خونه ما، خونه نبودیم، مام بزرگ هم مونده بود. بعد اون ماشین واسه ما از قدیمی ها بود، ارج فکر کنم اگه اشتباه نکنم، یا پاکشما، ارج نبود، پاکشما. چیکار کردین؟ یه دونه لباس جا مونده بود، مهمون اومد، مهمون خدا بیام خدا خودت هم شده، اون برای ما تعریف کرد. گفت مام بزرگ در چی تو باز کرد، باشه لباسی رو
که لباس رو بهش اضافه کنه تمام آب آشپزخونه رو گرفت. راننده خانم بود. رو خدا لاین میچرخین، لاین کن وایسین، ماشین داره سرعت میاد دیگه. همونجور اومد همین لاین وایساد. حداقل کنار خانه‌تون میشینین بهش یاد بدین، یه توضیح بدین، خطرناکه. مثلا نیسانی کامیونی بود میزد بهش. سواری بازیه. یا مثلا لاین چپ من شروع بود بازم چیکار؟ صدام گرفت اینقدر داد زدم به خدا. مجبورم داد بزنم صدا به شما برسه. ساعت 10:36 است. زوم محله. همکار داریم کنار دشتیه، کنار دشتیه. گفت دایم تازه ازدواج کرده بود، خانومش گیلانیه، فکر کنم لایجانی خانومش. دعوت کرده بود اینا رو بیاین خونم میخوام براتون کاله کباب درست کنم. گفت دایم و اینا همه با بزرگم، ما هم گفت دعوت مامانم اینا هم. رفتیم بریم خونه زندهی ایمشون گفت کباب بده ما. این هم حویق زیبا. بریم زندهی میخواد به ما کاله کباب بده امشب. دو سر سفره نشسته بودیم، ای خدایا این کبابو چرا نمیاره. زندهی میگه چرا غذا نمیخوریم؟ ما هیچ منتظریم کباب بیاری دیگه. بابا این کاله کباب نمیدی دیگه این بابا درمشون. چون نوشته بود کاله کباب، یا یاد داستان افتاد. یادتون خواهید دیشب مهمون داشتیم درست کاله کباب هم درست. آبشار زمرد حویق واقعا قشنگ، آبشار دوقلو. تقریبا 40 دقیقه از دوراهیم. 10 رو افتادیم. 10:39. نیسان نوشته کویار ماندگار. جوری که تو راه میری ماندگار هم نباشه زنده نمیمونه. داخل شهر آدم راه میره سرعت میده.
داریم از این نیسان های چیز داره پشتش باری شن داره، شن میبره کمپرس مانه بهش میگیم که علی کودکش، بیشتر کود میبره، کود حیوانی، علی کودکش میبره. بهش میگیم راننده نیسان از تعهد میگیرن مثلا خوب رانندگی نکنی باید راننده نیسان نریم خوب رانندگی کنه. جاده خریده مال باباشه، انگار کسی دیگه پشت برمون نیست، جاده نیست، خودش آینی رانمایی. پاسدارا اردبیل مرکز شهر موقع نرگس خانوم شهر سالم سازی و پارک ساحلی شهر شوبن. بنرها نمیدونم چی انتخابات بود نیست تبریکه همه دقت نکرد. لوندیول
20 کیلومتر 30 این همه راه میریم 10 کیلومتر شد خدا 70 کیلومتر کش میاد از رشت تا لایجان 60 کیلومتر میفرستن آذربایجان و ترکیه واسه مشروب بازار ارمنستان این خرید و فروش کیوی من 80 تا دارم میرم اگه 100 تا میرم اجازه را امروز اصلا 100 تا رو ندیدیم واقعا فیلمش قشنگ بود معجزه‌ای بود با این آهنگ چاوشی اصلا یه چیز معرکه‌ای حیران آستارا نگین گیلان این تاول گفتم الانم میگم دوستان اگه میگین حیران مال اردبیل آقا مال اردبیل خب شما برین سایت تلکابین گردنه حیران سرچ کنین همه خدا رو شکر هم گوشی دارین هم سواد دارین فقط کافیه سرچ کنین تلکابین گردنه حیران برین تو سایتشون پایین آدرس نوشته آدرس رو یه بار دو بار 10 بار برای خودتون بخونین زمزمه کنین به یاد بسپارین چی نوشته من دیگه حرفی نمیزنم این گردن ایران چی نوشته من دیگه نقشه مال ما بوده و مال ما هست و اینا رو کار نداریم تلکابین دیگه
مهمترین چیز اون گردن ایرانه، مجموعه گردشگری تلکابی. ببین آدرس کجا رو زده دیگه. نمیخواد خودتو فشار بیاری بخواد ورم بکنی، با کسی هم نمیخواد بحث کنی، فقط همین یه جمله رو بهش بگو دیگه. نمیخواد بفهمه چیز کنه دیگه، تمام شد. بازار ویزینه گاو وسط بولوار چیکار میکنه؟ تراکتور ما میبینیم اینوری میاد، یکی اونوری نمیره. جای تعجبه. صبح 10 تا تراکتور دیدم، همشون دارن اینوری میاد. دار فکر کنم آستاره. یه دونه عباس‌آباد داره، محله عباس‌آباد. دیوار میخوای خونه پیدا کنی یا تو جابامونه، همشون رو اونجا زده. از جای دیدنی آستارا، تالاب استیل، بازارچه مرزی، ساحل و دریا، گردنه حیران دیگه، آبشار لاتون، بازم شاید باش هست، شاید که نه. باز دارم 80 تا میرم و سرعت آنچنانی ندارم، جاده چیز خاصی نداره، میخوام آروم برم. حالا یکم 70 تا میرم. لوندیول یه آقای مال اینجا بود، پسرم عمل داشت ایران، فامیلیشو یادم رفت. بیمارستانشو برم یه چیزه منک باید به مر خدا پدر مادرشو بیامرزه، حالا همین لوندیول بود، دستش درد نکنه. واقعا همیشه دعاش میکنیم. برای ما نوبت گرفت، کار سوناشو انجام داد، نوبت سونا گرفت، خیلی هوامون داشت، با این کار نمیشناخت. فقط بهش گفتم پیلانی هستیم، تو این اینستاگرام بیمارستان محب مهر رو سرچ کنین، من خود اسمش میاد، اونجا هم کامنت میذارم، مثلا عکس فعالتون است. اینجا میام همیشه یادمون میام، دعاش هم میکنیم.
حالا که هر جا سلامت و شاد باشه. ماهی تازه میفروشن، تازه پرورشی هم. جالب بدونی من شهرسوار رفتم بازار سلیمان آباد شهرسوار. بابای ما بساط رفیق بابای ما ماهی داشت. گفتم از کجا ماهی میری؟ گفت پرورشی هم میایم جاده خمام، اول جاده رشت به خمام. بلاگش هم دوست داشتین نگاه کنین، بزرگترین بازار ماهی شمال ایران، سرچ کنین میاد بلاگ من، میان اونجا میخرن. اینقدر ماهی هست که تو زندگیتون اینقدر ماهی ندیدین، اینقدر حجم. حالا پرورشی هست ولی خب به حال ماهیه دیگه. حجم تخلیه ماهی و گردش ماهی. سلیم آزو پشت اخ کرده رو بلوان جور. ماشاءالله بازار ماهی داره. نمیدونم کنم پرورشی هم ولی خب باز حجمش قابل توجه. آمور بود، کپور بود، کپور دریا توپل است ولی کشیده است. مال پرورشی تقریبا گرده. واقعا رانندگی شغل رانندگی ها، شغل رانندگی اعصاب میخواد واقعا. مردم توی خیابون این آیکیوشون، این کارهایی که میکنن واقعا سخته. باید سالم خونه برسیم. مهاجین یا همین وسط خیابون داره میرم. نمایندی محترم شاید ماستارا 10 تا مونده یا اول من دیگه خسته شد. سیبلی سیبلی بیشتر بشه. خواهشاً این زیر کامنت کنید برای ما اسم دقیقش. کاهنده سرعت تا بخونی کاهنده سرعت سرعتگیر رو کاری میپرید. چی شده؟
تو ماه منی. ریتمش اینه. بولم کامنت گذاشته بود من این چیز ماسوله رفته بودیم فیلم بگیریم. آخرین باری که رفتم ماسوله بعد همه عربی حرف میزدن انگار مثلا گفت آقا بغداده یارو میشه نه چرا به برادران عراقی ما توهین میکنیم. اولا برادران شماست، برادران ما نیست. ما داییمون عمومون ولی فک و فامیلمون بابامون هممون رفتن جبه ازشون زخم خوردن. نه برادر ما نیستن، اونو برادر شما. تا ابد هم برای ما برادر نیستن. شما میتونید برادر صداش کنی. این چیزی که برای من تعریف میکنن چه بلایی سرشون میوردن من نمیتونم اینا رو برادر خودم بدونم، چون برادر خودتونه. تو اصلا توهین نیست. وقتی میگی بغداد اینی چقدر جا عرب اومده نگاه مثل گرفت از توهین نیست. یه همخدمتی میگم همکار داشتیم باباش آزاده بود، بابای ما آزاده نبود. یه شه یابو سوم خراب شد. باباش آزاده بود. گفت باباش اصلا برای ما تعریف نمیکنه چه بلایی 3 سال هستیم چه بلایی سر باباش آوردن. گفت بابام تو 10 سال میگه مامانم میگه بعد 10 سال اومده بود افسرده بود. شما شاید یاد بره ما یادمون نمیره. ما همه عزیز از دست دادیم که ما رو آخر سر برادر صدا کنیم. نمیدونم. اینم پایانه بار آستارا. ساعت 11:03 دقیقه. تقریبا 2 ساعت 1 ساعت طول کشید دیگه. ما کامل آستارا نرسیدیم. چیکار پیداه؟ چونه رو دیگه. شهر مرزی بندر آستارا خوش آمدید. یه 2-3 تا هم کلاسی نبود، هم دانشگاهی بودن، آستارایی بودن. هم آقا جواد، آقا حمید فامیلی ها من یادم نمیاد، مگر فامیلیشون هم براتون میگفتم. بچه های آستارا اینا بودن، خیلی با هم رفیق بودن. نمیدونم دبیرستان هم با هم بودن یعنی خیلی با هم چه بودن، انگار پسر خاله خیلی بچه های با صفا و مؤدبی هم بودن. قومی بود هم فامیلیشون، حمید رضا قومی. اون یکی رو یادم انشالله که هر جا هستین سلامت باشین.
اکثرا 99% اینجا هم ترکن آستارا. قبلا جزء آذربایجان بود دیگه، کلا قدیم بگیری که همشون جزء سرزمین دیلم و طبرستان و کاسپی و کالشان اینا بوده. حالا مثلا این 100 سال اخیر میگیم ترک زبانن. مهم اینه که خودشون گیلانی بدونن به هر زبانی. ما کردم داریم، لورم داریم، گیلک داریم، همه جوری تو گیلان زیبای ما هست. همشون متعلق به گیلان زمینه. شاید زبون همو نفهمیم ولی حرف همو میفهم. باغ پرندگان درش بس به تالاویسی رو من یادم رفت کجا بود اصلا. گرم صحبت بودیم. و همین جاده چی داره؟ اون لاینه، جاده آستارا به تالش، دست چپ ما میشه دیگه. مثلا دانشگاه پیام نور آستارا. نگاه کنین دست چپ میره اردبیل، مستقیم میره مرکز شهر. ما میریم مرکز شهر. ما مرکز شهر تا یه جایی ولاگ تمام میکنیم، ادامهشو میخوایم ولاگ داخل شهر رانندگی آستارا بگیریم. قبلا گرفتیم، بازم میگیریم، 100 بار میگیریم، 1000 بار میگیریم. یه دونه جدیدتر میگیریم. یه خورده رفته بلد که نیستم ولی یه صحبتی هم ریزی هم براتون خیابان خانی میکنم. ما اینجا 2-3 ماه پیش اومدیم اینجا جلوتر، نامونش یادم بیاد بهتون میگم. اینجا یه خونه گرفتیم، خیلی صاحبخونه باحالی هم مثلا جوونی بود، ولی بعضی داخل شهرش یه خورده جاده‌اش داغونه واقعا، مثلا فریاش خیلی داغونه. برخلاف مردمش که صاف و ساده‌اند، خورده چار و چوله است، داغون. یه اسنپ گرفتیم، بنده خدا پراید بود، ما 4 نفر بودیم، سنگین، 3 تامون سنگین بود، کفش گیر و این میزد ما عرق شرم میریخت. حاجی هم آینه‌شو با کش بسته. دوستان عزیز، امیدوارم که از این ولاگ رانندگی با معلومات بایت المفهومه ایمان لذت برده باشید. ما ولاگ اینجا تمومش میکنیم. ببخشید دیگه بی احترامی این چیزی حرفی بود باشه، فرمون حواسمون نیست. همتون رو دوست داریم. امیدوارم که از این ولاگ لذت برده باشید. لایک و کامنت و حمایت هم فراموش نشه. همتون رو دوست داریم. من این میدون رو دور میزنم میام ولاگ رانندگی شهر از یکم عقب‌تر شروع میکنم. روزتون هم بخیر باشه.